دوستان عزیز و گل، امروز اومدیم با بازی جدید و خفن دیگه، بازی کشتی کج که میخوام بهتون معرفی کنم از کجا دانلودش کنین و بریم بازی کنین، لذت ببرین. همین بازی هست، باید علامتم بزنم. همین. خب اول کار وارد مارکت میشیم. وایسین من فیلترشکن اینا رو خاموش کنم. اینترنت هم روشن کنیم. خب نویسیم بازی کشتی کج. این بازی خیلی خفنه، خیلی از شخصیت‌های معروف هم داره. بله، کشتی کج انقلابی. بنویسین کشتی کج انقلابی براتون میاره حتما. همین هست. بله همینه. دانلودش میکنی. 36 میگم هست، هیچی حجمی نداره. خب میایم بیرون از این و اینترنت خاموش کنیم. وارد بازی میشیم، با هم دیگه میریم بازی کنیم. یه چند دقیقه با هم دیگه دو دستی میزنیم و ویدیو رو تموم میکنیم. دوستان حتما لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. زنگوله بغل دست سابسکرایب هم حتما فعال کنین. کامنت چیزی هم داشتین بذارین، حتما خوشحال میشم و خیلی انرژی بهم میدین. خب یه شخصیت برداریم، بریم بتل، یه دست بتل رویال بریم. خب یه شخصیت خوب برداریم. بایستین، این خوبه. یه دست بتل رویال میریم. آموزش بازیش هم بهتون میگیم. خب دوستان آموزشش اینجوریه. دکمه جی رو میبینیم، همین دکمه سبز رنگه. اسم منو گرفت، همینو که گرفته بودم. این فن میزنه، میگیریم. خب وایسیم روی که گرفتیم. با یک دکمه دیگه قاطی میکنیم. اول سبز رنگ رو میزنیم، بعد مثلا قرمز رو میگیرین. اونجا خیلی شلوغه. فن میزنه. چند نفرش بندازیم بیرون. خب من انداختم، چیکاری نداره. با یه شخصیت دیگه میریم. فنه. یه روز دیگه یه ویدیو دیگه براتون آموزش کامل همه دکمه‌هاشو میذارم که راحت تر بتونیم بازی کنیم. چندین نفرشون بندازیم بیرون. فعلا کن خوب بیا بمیر. بلند شو بزنش. لعنتی من فن زدم داخته.
بلند شو. خب خب شخصیتم آواز کردم. بلند شو دیگه. خودش نرفت بیرون. بلند شو. یه فنم زدن دیگه بخواب برای آرامش ابدی. برو. بلند شو برو. گردن شکسته نمیتونی یه فنم بزنی. خدا بکشتت. این شخصیتی که برداشتم خوب فن میزنه. خدا بکشتت. برو بیرون. اصلا نمیخوام تو باشی. احمق. برو بیرون. آها اینم الان میفهم میزنم میندازمش بیرون. بلند شو. بلند شو. بلند شو. بلند شو. اصلا چیزی ندارم. تمام بردیم. خب بریم برای تموم کردن ویدیو. خیلی سنگین شد. مرسی که این ویدیو رو تا آخر دیدین. آموزش دکمه هاشم براتون میذارم. تا یه دیدار دیگه. خدا نگهدار.